کاوشگر چهار برای اعزام یک میمون از نژاد رزوس به ارتفاع 120 کیلومتری و بازیابی سالم آن و ایجاد بستر مناسب برای انجام تحقیقات زیست فضایی پرتاب. در این کاوشگر اولین کپسول زیستی تحت فشار برای پشتیبانی حیات در ارسال به فضا طراحی و آزمایش می شود. در زمان پرتاب کپسول زیستی داده‌های محیطی و علمی در تمامی مراحل مخابره می شوند. همچنین علائم حیاتی موجود زنده و داده‌های محیطی و علمی در جعبه سیاه ثبت می شوند. موجود زنده با قرار گرفتن تدریجی در شرایط شتاب و ارتعاش توانایی تحمل شرایط پرواز واقعی را پیدا می‌کند. میمون به عنوان حیوانی آموزش پذیر در مراحل آموزش خود را با شرایط انطباق می‌دهد. آموزش‌های پیش‌بینی شده شامل سازگاری با شتاب، سازگاری با ارتعاش و شوک، سازگاری با شرایط سقوط آزاد، سازگاری با سر و صدا و سازگاری با محیط داخلی کپسول زیستی می باشد. موجود مرحله به مرحله سازگاری بیشتری با شرایط محیط واقعی پرواز به دست آورده، مهیا